یک جایگزین خوب برای خاکه که توی دنیا هم خیلی محبوب شده. پان مجموعه ای از پوکه های معدنی خودمغذیه که معمولاً از پومیز، زئولیت و اسکوریا تشکیل شده. مهمترین و اصلی ترین مزیت استفاده از پان ایجاد گردش هوا دور ریش است. شما هر مدل خاکی که استفاده کنید بعد از یه مدت کوتاه بافت و مواد مغذیش رو از دست میده و فشرده میشه که همین باعث خفتگی و پوسیدگی ریشه میشه. به خاطر همین گردش هوای خوب شما دیگه هیچ وقت مشکلاتی که توی خاک داشتین مثل پوسیدگی و قارچی شدن گیاه، پشه سیاه و امثال اینها رو نخواهید داشت. توی این چند سالی که من خودم دارم از پان استفاده میکنم قارچی شدن و پوسیدگی ریشه نداشتم. گزینه دوم عمر مفیدشونه که بین 4 تا 6 سال هست. همین باعث میشه که نیاز به تعویض گلدونتون کاهش پیدا کنه و همینطور قابل استفاده مجدد هم هست. مزیت سوم، توی این روش کوددهی راحته. در واقع pH استاندارد داره و مشکلات شوری خاک‌های معمول رو نداره. و در آخر مجموع همه مواردی که بهتون گفتم تایم نگهداری از گیاهانتون رو به شدت کاهش میده و اگه مثل ما گیاهان زیادی دارین باعث میشه تایم آزاد بیشتری رو داشته باشین. اگه میخوای بدونی بهترین برند پان چیه، پایین رو بخون.